خب با 11 نفر توی مرحله 4 هستیم. راستی 2 تا از زنای بازیکن‌ها انقدر سر و صدا کردن که ما ترسیدیم جا رو به پلیس لو بدن و ما آوردیمشون اینجا. کامی سوراب سلام. 2 روز اومدیم از زنامون دور باشیم نفس راحت بگیریم. توی این مرحله باید با اون 2 تا چوب چاپستیک دستتون تمام لوبیاهای داخل کنسرو رو بخورید و برای این کار فقط 3 دقیقه زمان دارید. شروع کنید. باد کردن بادکنک. برای باد کردن بادکنک هایی که دستتونه فقط 5 دقیقه زمان دارید. اگه بادکنکتون بترکه از بازی حذف میشید. تو چجوری همه اونا رو باد کردی؟ من از نفخ لوبیاهای مرحله قبل استفاده کردم. چی از دست من میری، از دست تو میرم، تو زنده میمونی، منم که میمیرم. من میمیرم از این آب مسموم، مرگ عاشق عین بودن اوج پرواز یه پرنده. با 8 نفر رسیدیم به مرحله 6م. توی این مرحله چند تا سوال ازتون پرسیده میشه. هر کس زودتر جواب درست رو بده امتیاز میگیره. هر کسی امتیازش بالا باشه میره مرحله بعدی. سوال اول، کانال سوئز در کجا قرار داره؟ آقا من بگم بگو. تو تلگرام؟ نه خیر. یوتیوب؟ نه ساکت شو. سوال دوم، بهترین گلزن تاریخ ایران لقب چه کسی است؟ سپر خلصه؟ چرا چرت میگی؟ نه سوراب ام جی؟ نه احمق خان، علی دایی. بابا خودش میگه من گل میزنم بیشتر از علی دایی که. سوال سوم، اون چیه که یکیش خوبه دوتاش بده؟ سیب. یعنی چی؟ یه سیب برای سلامتی خوبه، 2 سیب واسه قلیونه برای سلامتی بده. تعبیر قشنگی بود اما جواب زنه. زنگ دوتاش عالیه بابا زگه. غلطی کردی؟ نه گو خوردم. سوال چهارم، مخترعین هواپیما چه کسانی بودند؟ یه راهنمایی میشه بکنید؟ 2 تا برادرن. 2 تا برادر. کامران و هومن؟ نه 3 برادر خداوردی؟ نه احمق، اونا که 3 تان. جواب برادران رایته. سوال پنجم، نام فیلمی از کوئنتین تارانتینو با بازی براد پیت راجع به هیتلر. حرومزاده های لعنتی. چرا؟ کجا؟ نه کجا؟ حکمی سارا! احمقا چرا کشتینش؟ قربان فوچه بد داد، بیادبی کرد. خاک تو سرت، جواب سوالو داد. تنها آدم عاقل بینشون همین بود. سوال ششم،
سوال ششم، آخرین جمله جک به روز در فیلم تایتانیک. این که خیلی راحته. گفت یعنی چی؟ این اداها چیه؟ خب دیگه داشت خفه میشد گفت این احمق ها رو از کجا آوردی؟ سوال هفتم، وقت استراحت وسط بازی. کجا دارید میرید ابله‌ها؟ اون سوال بود، وقت استراحت وسط بازی، که جوابش میشه تایم اوت. سوال هشتم، نام قهرمانی که با انگشت خود فداکاری کرد. دهقان فداکار. آفرین، نزدیک شدی. چوپان درخو. میگم با انگشت. شیست رضایی. خفه شو. جواب پتروس فداکاره. اما سوال آخر، اینو دیگه هر احمقی میتونه جواب بده. این شعر از کدوم شاعره؟ سعدیا مرد. اینو دیگه هر احمقی میتونه جواب بده. این شعر از کدوم شاعره؟ سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکویی نبرند. ارنستو چگوارا. نه، باورم نمیشه. زنده یاد ملک شعرای بهار. وای، چطوری میتونید اینو غلط بگید؟ پروفسور مجید سمیعی. بابا اسم شاعر تو خود شعره. آها، اسمش تو خود شعره. جواد نکونام دیگه، کاپیتان اسبق تیم ملی. وای وای، اینا چقدر احمقن. سربازا شماره 1 رو سر به نیست کنید. من چرا؟ واقعا اون چرا؟ هیچی، باهاش حال نکردم. خب بریم مرحله بعدی. با 6 نفر اومدیم مرحله هفتم. این مرحله به شدت خطرناکه و بعید میدونم جون سالم به در ببرید. 3 نفر سمت چپ رو با هم و 3 نفر سمت راست رو با هم به ریل قطار بستیم. چیزی تا اومدن قطار باقی نمونده و باید خودتون رو نجات بدید. درست حد زدید. ما یه کاری کردیم که کسی نتونه پرنده پول کشه. آقا کجا؟ من غلط کردم، جایزه نمیخوام. الان میبینیم که این شکا این شر میره که کجا میریم اکسیکیوته که میگفتی تو زندان میلان بی جایدی و چی شد؟ من غلط کردم، مگه نمیبینی؟ من خودمو خیس کردم. کجا دارید برید؟ بابا کجا برید؟ بیان آدم کنید.